یک شخص به خدمت امام علی آمد و با ادب دست به هم گذاشت و گفت: یا علی، انسان در قبر چه می کند؟ امام علی فرمود: ای شخص، پس از مرگ انسان در برزخ منتظر می ماند و این انتظار با پشیمانی او همراه می شود. آن شخص پرسید: یا علی، آن چیزهایی که انسان بر آنها پشیمان می شود کدامند؟ امام علی فرمود: انسان بر نه چیز در قبر پشیمان می شود. اولین آرزو این است که ای کاش در زندگیم تکبر نمی کردم و خود را از خاک می دانستم. دوم، ای کاش برای زندگی آخرت خودکاری کرده بودم. سوم، ای کاش نامه اعمالم را برایم نمی خواندند. چهارم، ای کاش از دوستان بد در دنیا دوری می کردم و با فلان و فلان شخص نمی نشستم. پنجم، ای کاش از خدا و پیامبر خدا اطاعت کرده بودم. ششم، ای کاش راه پیامبر خدا را می پیمودم. ای کاش من هم با کسانی بودم که در دنیا اعمال نیک انجام می دادند و به مردم اخلاق می آموختند. ای کاش من هیچ کس را با خدا شریک نکرده بودم و ای کاش فرصتی بود که دوباره به دنیا برگردم و برای خودم اعمال نیک انجام دهم و به مردم بگویم که این زندگی که شما می‌گذرانید پایان خواهد یافت و خدا از هر چیزی از شما حساب خواهد گرفت. به خدا پس از مرگ جز اعمال نیک هیچ چیزی